أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم صرف، از کتاب صرف میر 16 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 17 را از این کتاب صرف میر پیشکش شما برادران و خواهران بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب میگوید از آخر این صفحه محموز الفا صحیح و دوامش از اینجا که میگوید که از باب فعل یفعلو. فعل یفعلو. پس درس امروزه ما و شما محموز است، یعنی امروز ما و شما محموز را شروع میکنیم. پس از گذشته ما و شما صحیح را گرفتیم، مثال واوی مثال یایی را گرفتیم و اجوف واوی و اجوف یایی را گرفتیم و ناقص واوی و ناقص یایی را گرفتیم و لفیف مقرون و لفیف مفروق را گرفتیم. اکنون حالا ما رسیدیم به محموز. میبینیم که محموز چه تغییرات و چه علاوه های براش وارد می شود. میگوید که محموز الفا صحیح، یعنی که محموز است و باز صحیح است، یعنی حرف علت ندارد. میگوید که از باب فعل یفعلو. از باب چی است؟ از باب فعل یفعلو. مانندی چی؟ مانندی الامر فرمودن، یعنی امر. دقت دادید؟ امر محموز است، محموز الفا است. فای کلمه فعل، فای کلمه حرف علت است و صحیح است که در این دیگر حرف علت نیست. محموز الفا صحیح از این حساب میگوید که مصدرش الامر. الامر یعنی فرمودن. فرمودن یعنی یک کس را امر کردن، یک کس را به یک کار فرمان دادن. الامر فرمان دادن، فرمودن. ماضی امرو تا آخر. پس در فعل ماضیش یگان تغییرات نیست. به مثل ضربه را میگفتید که از باب فعل یفعلو است، به مثل نصره را میگفتید به مثل همون است. پس میگوید که امرو امرت امرتا امرنا، امرت امرتم امرتم امرتی امرتم امرتن امرتو امرنا. دقت دادید؟ یگان تغییرات در اینجا وارد نشد. به مثل صحیح شد فعل ماضیش تا آخر. چنان که در صحیح دانسته شد، چطور که در صحیح خواندیم ما نصره را به مثل نصره است، یگان تغییرات نیست. امر حاضر یا تا آخر مستقبل معلوم، یعنی فعل مضارع معلومش بشود یأمرو. یأمرو یأمرون یأمرون تا آخر میگوید. دقت بتید. یأمرو یا فعل مضارعش چی میشود؟ یأمرو. یأمرو به مثل چی؟ به مثل ینصرو، از باب نصر ینصرو است. یأمرو پس می شود فعل مضارعش. دقت دید. یأمرو یأمرون یأمرون، تأمرو تأمران یأمرن، تأمرو تأمران تأمرون، تأمرین تأمران تأمرن، آمرو نأمرو. یک جا کم ترک تغییرات بوده است. اون چی بوده است؟ اون ببینید مورو و مثل انصرو. اعمرو. اعمرو به مثل چی؟ به مثل انصرو. اعمرو
و مثل انصرو. انصرو یعنی من نصرت میتیم. امر یعنی که من امر میکنم. اما در اینجا یک اعلال هست، این را قاعده‌اش میدونید. وقتی دو همزه جمع شد، همزه دوم در یک کلمه باشد، دو همزه، همزه دوم ساکن باشد، همزه را ببینید، دو همزه جمع شد، همزه دوم ساکن است، همزه دوم را قلب موافق حرکت ما قبل میکنیم. حرکت ما قبل چی است؟ الف است. پس این همزه را قلب الف میکنه، میشود چی؟ آمرو. دقت دادید؟ آمرو. آمرو در جا دو الف است. ببینید؟ وقتی شد بعد به این طریق نوشته میشد آمرو، یعنی من امر میکنم. دقت دادید؟ فقط در همین یک فعل متکلم مفردش تغییر بعد نأمرو به اصل خودش است. دقت دادید؟ خب چون که در صحیح دانسته شد، چطوری که در صحیح ما دانسته بودیم و مثل همون است، چطوری که فقط در یک جا تغییر بوده است و خلاص دیگرش به مثل صحیح است. امر حاضر امور، امورا، امورو، اموری، امورا، امورنا. امور در اصل چی است؟ دقت بدید. امور در اصل امور، امور. دقت دادید؟ امور در اینجا دو همزه جمع شده، یکم همزه این دوم همزه و مثل همزه دوم ساکن است، همزه دوم ساکن بود، همزه اول متحرک است، همزه اول متحرک بود. پس چی میگیم؟ او همزه دوم را موافق به حرکت ما قبل تغییر داده می شود. الف وقتی که فتحه کی بود الفش کیم، دمه باشد چی میکنیم؟ واوش میکنیم. پس می شود چی؟ امور. دقت دادید؟ امور. امور. امور فعل امر است، یعنی امر کن. اصل چی بود؟ امور. امور. اما همزه دیم رو قلب واو کردیم شد امور. برای پیش خودش چی است؟ همزه یکمش چی است؟ دمه دارد. دمه که باشد موافق به حرکت ما قبل و همزه قلب کرده می شود. موافق به دمه واو است، موافق به الف موافق به فتحه الف است، موافق به یا به کسره یا است. خب چی میگه؟ امور، امورا، امورو، اموری، امورا، امورنا. دیگه امور، امورا نمیگید، همزه قلب واو می شود. خب به مثل صحیح است. عنصر، عنصرا، عنصرو، عنصری، عنصرا، عنصرنا. به مثل صحیح است تا آخر. اصل امور میگه اکن میگه، اصل امور میگه امور است، اصل امور میگه امور است. دو همزه امور است، امور بود، دو همزه جمع شدن، دو همزه جمع شد، دو همزه جمع شدن. اول مضموم یکم دمه دارد، یکم رو بینید دمه دارد، دیم چی دارد؟ ساکن. اول مضموم، ثانی ساکن، دویمش ساکن است، ثانی ساکن. ثانی رو با واو بدل کردن. این همزه رفتیم قلب با واو میکنیم، ببینید قلب با واو بدل کردند. برای دمه، برای چی واوش کرده؟ برای دمه بود، موافق حرکت ما قبل همین است که دمه کی بود واوش میکنیم. برای دمه، برای دمه ما قبل، برای دمه ما قبل میگه. اگر اول مکسور باشد، اگر اینجا کسره باشد، این همزه قلب یا میشود. اگر میگم ما قبلش مکسور باشد، کسره باشد، ثانی به یا بدل شود، دویم روی همزه را قلب یا میکنند، به یا بدل شود. چنان که در امر حاضر ادب یعدیبو گویی ایدیب. ایدیب در اصل چیه؟ اعدیب. این طور است. اعدیب. دقت دادید؟ اعدیب. همزه دویم ساکن، همزه اول متحرک، همزه دویم رو با موافق حرکت ما قبل قلبش میکنیم. حرکت ما قبل چیه؟ کسره. موافق با کسره حرفی چیه؟ حرفی یا. پس ایرا یا میکنیم میشه ایدیب. ایدیب. دقت دادید؟ ادب گرفت، یا ادب و ادب میگیرد. ایدیب ادب بده، گویی ایدیب. و اگر مفتوح بود دوم به الف بدل شود، چنان که گویی آمنه. چطور در اینجا گفتیم؟
اامرو می شود چی؟ آمرو. آمنه می شود امنه می شود آمنه. ببینید امینه امینه امینه. امینه رو وقتی که ما باب هفتم ببریم چیکارش میکنیم؟ باب اکرمه یه همزه همراه میکنیم، این همزه باب هفت، بعد باقی مونده چه می نویسیم؟ ببینید می شود چی؟ امنه امنه. لیکن همزه دویم قلب موافق حرکت ما قبل می شود آ، به مثل این می شود آمنه آمنه. دقت دادید؟ پس این طور است. همین را گفته شده است که چون که گوی آمنه در اصل چی بود؟ امنه است. آمنه میگه در اصل چی؟ امنه. همزه ثانی به مناسبت حرکت ما قبل الف شد. همزه دوم موافق به حرکت ما قبل الفش کردیم شد آمنه. محموز العین صحیح خلاص شد. محموز العین محموز الفاء صحیح خلاص شد. فعل امرش چی است؟ فعل امر گفتیم. اسم فاعلش چی است؟ اسم فاعلش آمیرون. دقت دادید؟ اسم فاعلش می شود آمیرون آمیرون. اینجا در حمزه است، حمزه اصل، یه الف دیگر فاعلون، الف هم میاریم میرون، پس چیش می نویسیم؟ آمیرونش می نویسیم. این حمزه عین باب است. دیدید؟ آمیرون می شود. بعد آمیرون یعنی آیا کسی امر کننده. آمیرون آمیرانی آمیرون، آمیرتون آمیرتون آمیراتون، اوامیرو می شود. بعد اوامیرو صیغه منتهی الجموع است. اسم مفعولش چی می شود؟ اسم مفعولش مأمورون بر اصل خودش است. به مثل منصورون، مأمورون مأمورانی مأمورون، مأمورتون مأمورتون مأموراتون، مآمیرو. خب این بود محموز الفاء صحیح به آخر رسید. اکنون میگذاریم به مثال بعدینه. این باب را به آخر رسانید. میگد که محموز العین صحیح، اینجا محموز الفاء صحیح بود. با میگد ما محموز العین صحیح داریم مانند چی؟ مانند به مثل از باب ضرب یضربو است، مانند زعر، مانند ببینید زعر زعر زعر. دقت دادید؟ حمزه در کجا است؟ حمزه در روپروی عین باب است. فعل زعر. اینا میگن محموز چی؟ محموز العین. محموز العین صحیح است. چرا؟ زیرا که حرف علت ندارد. حرف علت ندارد، از این حساب میگه محموز العین صحیح. خب صاحب کتاب میگه محموز العین صحیح از زعرو مصدر است. از زعرو و مثل النصر زعرو. بانگ کردن شعر. بانگ کردن شعر یعنی که فریاد کردن شعر، آواز برآوردن شعر. از زعرو آواز شعر میگن. وقتی که شعر آواز میبره میگن از زعرون. زعرون یعنی که چی؟ یعنی آواز شعر. از زعرو مصدر است یعنی آواز کردن شعر، بانگ کردن شعر. زعر یزعرو چون ضرب یضربو است. اگه زعر فعل ماضی است، فعل مضارعش چی می شود؟ فعل مضارعش می شود یزعرو. یزعرو. دقت دادید؟ یزعرو. زعر یعنی آواز برآورد شعر، یزعرو یعنی آواز می برآورد شعر. از باب چی است؟ از باب ضرب یضربو. از باب ضرب یضربو. خب میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که از زعرو بان کردن شعر، زعر یزعرو چون ضرب یضربو. همین گفته است خلاص. اکنون بیاید میگیم زعر فعل ماضیش چی است؟ 14 صیغش زعر، زعرا، زعرو، زعرت، زعرتا، زعرنا، زعرت، زعرتما، زعرتم، زعرتی، زعرتما، زعرتن، زعرتو، زعرنو. به مثل صحیح است، برای خودش صاحب کتاب نگفته است. یزعرو. پس میگید یزعرو، یزعرانی، یزعرون، تزعرو، تزعرانی، یزعرن، تزعرو، تزعرانی، تزعرون، تزعرین، تزعرانی، تزعرن، ازعرون، نزعرو. به مثل صحیح است، به مثل یضربو. خب به آخر رسید. فعل امرش چی می شود؟ فعل امر می شود ازعر.
فعل امرش چیه؟ ازار، ازارا، ازارو، ازاری، ازارا، ازارنا. با نون توکید ثقیله میگه ازارن، ازاران، ازارون، ازارین، ازاران، ازارنانی. با نون توکید خفیفه ازارن، ازارون، ازارین. دیدید یگان فرقیت نکردید با مثل صحیح شده صحیح. امره را فعل امرش با نون توکید ثقیله و خفیفه نگفتیم. امره میشه امور. با نون توکید ثقیله میگیم امورن، اموران، امورون، امورین، اموران، امورنانی. با نون توکید خفیفه میگیم امورن، امورون، امورین. دقت دادید؟ با نون توکید خفیفه امرهاشون. بعد از این اسم فاعلش چی میشود؟ زائر، زائرون میشود. زائرون. دقت دادید؟ زائرون، زائرانی، زائرون، زائرتون، 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 زوائرو. زوائرو. اسم مفعولش اگر داشته باشد اما وزنش همین طور است. مزعورون، مزعوران، مزعورون، مزعورتون، 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 مزائرو. دقت دادید؟ زائرون یعنی یک شعری بانگ زننده، یک شعری فریاد کننده. مزعورون یعنی یک شعری بانگ زده شده، فریاد کرده شده. اما این فعل لازم است، اسم مفعول از این نمی آید. خب بعد از این اسم فاعل اسم مفعولش را گفتیم. میگذاریم به باب بعدیش. محموز اللام، محموز اللام، محموز الفا امره، محموز العین زعره، محموز الفا چی است؟ میگه که محموز الفا صحیح مانند چی است؟ مانند ببینید مانند قرأ، قرأ، قرأ محموز چی است؟ محموز اللام است. ببینید آخرش چی است؟ حرف همزه است. محموز اللام صحیح است، یگان حرف علت ندارد. پس میگوید که محموز اللام صحیح القرء خواندن. خواندن یعنی کتاب خواندن. القرء خواندن. الدعوه خواندن بود، گفتیم دعوت یعنی فریاد کردن است. خواندن اونجا به معنای فریاد کردن بود، اما اینجا در خواندن به معنای چی است؟ خواندن به معنای کتاب را خواندن. القرء خواندن. قرأ یقرأ. فعل مضارعش چی میشه است؟ یقرأ. یقرأ. یقرأ از باب چند است؟ از باب یقرأ. از باب چند است؟ از باب سیوم، از باب منع یمنع. و باب سیوم شرط داشت نه حرف حلق باشد. پس ببینید لام کلمه حرف حلق است، شرطش موافق است، پس از باب سیوم است. میگوید که القرء خواندن، قرأ یقرأ چون منع یمنع. خلاص همین قضیه گفتگی است. پس دیگه خودمانش کار میکنیم. ببینید قرأ با مثل صحیح است. قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأت، قرأتم، قرأتم، قرأتی، قرأتم، قرأتن، قرأتو، قرأنا. 14 صیغه‌اش. قرأ، قرأ. اینجا در چی میگیم؟ قرأ، قرأ، قرأنا، قرأ، قرأ، قرأو. و مثل صحیح است. یقرأ فعل مضارعش یقرأ، یقرأانی، یقرؤون، تقرأ، تقرأانی، یقرأن، تقرأ، تقرأانی، تقرؤون، تقرئین، تقرأانی، تقرأن، اقرأ، نقرأ. 14 صیغه‌اش. فعل امرش چی میشود؟ فعل امر میشود اقرأ، 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 اقرأو، اقرئی، اقرأ، اقرأن. با نون توکید ثقیله میگید اقرأن، اقرآن، اقرؤون، اقرئین، اقرآن، اقرأنانی. با نون توکید خفیفه اقرأن، اقرؤون، اقرئین. فعل امرم با آخر رسید. میگذاریم در فعل اسم فاعل. اسم فاعل چی میشود؟ قارئون، قارئون. دقت دادید؟ قارئون، قارئانی، قارئون، قارئتون، قارئتان، قارئاتون، قوارئو. دقت دادید؟ قوارئو. اکنون قاری که به تاجیکی میگوییم، پس اسم فاعل چی بوده است؟ قرأ بوده است. قاری یعنی خواننده، قارئون یعنی یک کسی خواننده. اسم مفعول چی میشود؟ مقروءون، مقروءون. و مثل ممنوع، منع یمنع از باب سیم است. میگوید که مقروء، مقروءان، مقروءون، مقروءة، مقروءتان، مقروءات، مقارئ، مقارئ. صیغه منتهی الجموع. خب اینم به پایان رسید. محموز اللام صحیح. بعد از این میگوید محموز اللام، محموز اللام و اجوف. انا اکنون علت شده میگذارم. این سه تا که صحیح بود
یگان تغییرات در اینو نشد. میگه محموز اللام است، محموز العین، محموز اللام است و اجوف است. یعنی لام کلمه حرف عین است به مثل این، لیکن اجوف است. اجوف است. ببینید چی میگه. مانند المجیء محموز اللام به مثل این است. این محموز العین است، محموز اللام قرأ. میگه که المجیء آمدن. دقت دادید؟ المجیء آمدن. فعل ماضیش چی است؟ دقت بدید. فعل ماضیش جاء. جاء. فعل مضارعش یجیء. جاء یجیء. جاء یجیء. دقت دادید؟ جاء یجیء. جاء آمد، یجیء چکار میکند؟ می آید. یجیء. یجیء یعنی که می آید. خب میبینیم که صاحب کتاب چی میگه. میگه که محموز اللام و اجوف. محموز اللام است، عین با لام باب همزه است، با اجوف است. عین باب حرف علت است. دقت دادید؟ میگوید که المجیء آمدن. المجیء یعنی که آمدن. جاء یجیء مجیئا. مجیئا چی است؟ مصدر هست، مصدر میمی. مجیئا آمدن. فهو جائین. جائین اسم فاعل است. و جیء یجاء مجیئا. باز مجیئا چی است؟ اسم مصدر میمی است. اکنون یک تا میخونه ببین چی میگه. جاء. جاء فعل چی است؟ فعل ماضی. پس 14 صیغه چه می شود؟ جاء، جاء، جاءو، جاءت، جاءتو، جئنا. دقت دادید؟ جئنا. و مثل چی می شود؟ بعنا. باع، باع، باعو، باعت، باعتو، بعنا می گفتیم. اینم عیناً به همون است. جاء، جاء، جاءو، جاءت، جاءتو، جئنا. جئت، جئتما، جئتم، جئتی، جئتما، جئتونا، جئتو، جئنا تا آخره. این فعل ماضیش بود. این فعل چی؟ فعل ماضی. جاء در اصل چی است؟ جیاء هست. جاء در اصل جیاء هست. این الفی که میبینید در اصل یا است و مثل بیع، باع، بیع و مثل همون است. یجیء. یجیء 14 صیغه‌اش می شود. یجیء، یجیئان، یجیئون، تجیء، تجیئان، یجئنا. تجیء، تجیئان، تجیئون، تجیئین، تجیئان، تجئنا، اجیء، نجیء و مثل باع هست. یا در دو جا حذف می شود در فعل مضارع و مثل تبعنا، یبعنا، تبعنا یا حذف می شد. یجئنا، تجئنا این یا حذف می شود. در چطوری که باع را خوندگی هستیم به قاعده همون قطعه حذف می شود و سبب التقای ساکنین. خب فعل مضارعش مجیئا مصدر هست. فهو جائین. اکنون کلمه جائین اسم چی است؟ جائین اسم فاعل است. جائین اسم فاعل است. پس در مسئله جائین که چی طور جائین شد دو قول است. دو قول در ذهنتون خوب داشته باشه. جائین اسم فاعل است. ببینید جائین اول می نویسیم جائین اسم چی است؟ اسم فاعل است. پس قول ها را دربارش بیان میکنیم. قول یکم قول کیای؟ قول سیبوی هست. قول سیبوی. قول دوم قول کی است؟ قول اخفش. قول اخفش. دقت دادید؟ این عالم هایی که هستن اینها عالم های گراماتیک زبان عرب. اکنون قولاشو ببینید که درباره جائین چی میگویند. خب میگه جائین در اصل چی بود؟ در اصل جا. ببینید جا این قول سیبوی اول بیان میکنیم. جایی اون هست. جایی اون. جایی اون. جای اون هست. دقت دادید؟ در اصل چی هست؟ جای اون. جائین. این یای باب است. عین باب است. جایی اون. چیکارش کردیم؟ یا واقع شد بعد الف زائده. یا را قلب چی کردیم؟ یا را قلب حمزه کردیم. پس شد چی؟ پس شد جایی اون. این دوم.
جائعون دو همزه، این یا را همزه کردیم شد جائعون دویم کار. باز سیبوی حالا هم نشده، جائع نشد. سیبوی میگد که سیبوی قولش میگد که جائعون دو همزه بری در بر آمد، همزه دویم را قلب بیان میکنیم، پس میشود چی؟ جائعون. دقت دادید؟ جائعون جائعون میشود. این یا اصل همزه دوم است. جائعون جائعون که شد به مثل قادین اعلال میشود. حرکت در یا ثقیل، حرکت یا را میگیریم و تنوین تابع حرکت ما قبل میشود. تنوین تابع حرکت ما قبل که شد میشود جائین. پس تنوین چی است؟ تمکین است. دقت دادید؟ به مثل رامین، قادین، داعین میگفتیم که عیناً به مثل همون. دقت دادید؟ این قولی کی بود؟ قول سیبوی. پس یک کس بگوید که با قول سیبوی جائین بر وزن چی است؟ میگیم بر وزن فالین. فالین فعل لام عین باب کجا شده است؟ معذرت میخوام، فاعین. با قول سیبوی بگیریم اگر میشود فاعین. فاعین عین لام باب کجا شد؟ حذف شد. لام باب یا کی بود؟ رنگ رامین یا لام باب حذف شد. این قولی کی بود؟ سیبوی. قول دوم قول اخفش است. اخفش چی میگوید؟ اخفش میگوید که نه، این قدر زحمت زیاد نکش. میگوید اخفش میگوید که بله جائعون هست. اصلی جائین میگه جایعون هست، اما میگه اخفش میگه من قلب مکانی میکنم. قلب مکانی یعنی حمزه را جای یا میارم یا را جای حمزه میارم. پس میشود چی؟ ببینید، یعنی که اصلش اول بنویسیم. اخفش میگه که بله اصل جایعون هست. جایعون هست میگه. قول اخفش با سیبوی در اینجا اختلاف ندارن، اما سیبوی گفت که یا را قلب حمزه بکن. اخفش میگه که نه، یا را قلب حمزه نکن، قلب مکانی بکن. حمزه را جای یا بیار یا را جای حمزه بیار. پس میشود چی؟ جائعون. جائعون. دقت دادید؟ جائعون با موافقی کی شد؟ سیبوی. جائعون. لیکن سیبوی این یا را گفت قلب از حمزه میشود، پس میگه جائعون. پس همون اعلاله که در رادین میکردیم در رامین میکردیم همون را بگو یا دمه بر یا ثقیل حرکت یا را گرفتیم، شد التقای ساکنین بین یا و تنوین، نون تنوین و تنوین تابع حرکت ما قبل شد جائین. پس با موافق قول اخفش جائین بر وزن چی است؟ بر وزن فالین. دقت دادید؟ هر دوش خلاصش یک چیز جائین هست، اما اصلشون که بر وزن چی است اختلاف دارن. دقت دادید؟ سیبوی میگه که لامی باب حذف کرده، اخفش میگه که نه عینی باب حذف کرده، برای قلب مکانی کردیم که عین جای لام بردیم، لام جای عین آوردیم. پس عین کور که ادلیت کردیم. از این میگه بر وزن فالینش بگو. جائین میگه بر وزن چی است؟ فالین است. دقت دادید؟ این اختلافی کوچک درباره اسم فاعل جاء. و جیع فعل ماضی مجهول است و مثل بیع. جیع در اصل جویع بود، جویع و مثل بویع. دقت دادید؟ یا را حرکت در مقابل دادیم، بعد سلب حرکت مقابل شد جیع. پس 14 صيغه فعل ماضی مجهولش میشود جیع، جیع، جیعو، جیعت، جیعتا، جئنا. جئت، جئتم، جئتم، جئت، جئتم، جئتنا، جئتو، جئنا. دقت دادید؟ فعل ماضی و مضارعش در ظاهرش یک است، اما در تقدیر گفتیم فرق در بیعنا بیان کرده بودیم این مسئله را. به مثل همون است. یوجاء به مثل یباع. یوجاء، یوجاءون، یوجاءون، تجاء، تجاءون، یوجاءنا. دقت دادید؟ یوجاءنا. یوجاء، یوجاءون، یوجاءون، یوجاء، یوجاءون، یوجاءون، تجاء، تجاءون، یوجاءنا. تجاء، تجاءون، تجاءون، تجاءین، تجاءین، تجاءنا. وجاء، نجاء. به مثل یباع. یباع، یباعون، یباعنا. یباع، یباعون، یباعون. تباع، تباعون، یباعنا. تباع، تباعون، تباعون. تباعین، تباعون، تبعنا. وباع، نباع. در دو جا
الفش چی میشود؟ حذف میشود. یوجعن تجعن، به مثل یبعن تبعن. جمع مؤنث غایب و جمع مؤنث مخاطب ده لام چیکار میکند؟ حذف میشود. خب بعد از این چی را میارد؟ مجیئن. مجیئن باز گفتیم که مصدری چی است؟ میمی است. در اینجا دو بار آورده است مصدر، نمیدونم به خاطر چی. یه بار با فعل ماضی معلوم، ماضی و مضارع معلوم قطعی بار آورده است، یا بار دیگه قطعی مجهول آورده است. گفته است که جاء یجیء مجیئا فهو جاء اسم فاعل و جیء یجاء مجیئا باز آورده است مصدر رو. فهو مجیء، مجیء باز میشود اسم فاعل، اسم مفعول. مجیء اصل چی است؟ مجیوع هست. مجیوع به مثل مبیع شدگی است. مبیوع بود مبیع شده است، پس مجیء مجیوع بود. همون قاعده که در اونجا خوندیم در اینجا تطبیقش کنید. یک بار خلاصه‌اش بنویسم ببینید. مجیء 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 اصل چی بود؟ مجیوع بود. مجیوع. پس در اینجا ما چیکار کردیم؟ مجیوع شد. اولین کار کردیم حرکت در یا ثقیل کی بود؟ حرکت در جیم دادیم. حرکت در چی دادیم؟ در جیم دادیم. وقتی ما حرکت در جیم دادیم التقاء ساکنین شد، چطوری که در مبیوع گفته بودیم التقاء ساکنین شد. پس شد چی؟ مجوی التقاء ساکنین. پس ما لامی عین با مثلا اختلافیش قطعی واو حذف کردیم یا یا را حذف کردیم، یا را قلب واو کردیم، بعد واو یا ساکن ما قبل دمه یا را قلب چی کردیم؟ قلب واو کردیم. یا عین با حذف کردیم یا واوی اسم مفعوله. اختلاف شد در اونجا گفتگی بدیم، در مبیوعون در مقولون گفتگی بدیم به مثل همون اختلاف. پس یک تاشو حذف کردیم. وقتی حذف کی کردیم اگر واو حذف کردیم پس شد مجوعون یا مجوعون. پس چیکار کردیم؟ یا شد مجوعون اگر واو حذف کرده باشیم، یا ما قبل یا را کسره کردیم شد مجیعون. دقت دادید؟ پس شد مجیعون، واو حذف شد. یا این واو گفتیم یا واو قلب، این واو با یا شدگی است، چطوره که در مبیعون با تفصیل دربارش صحبت کردگی بودیم به مثل همون. الامر جئ، فعل امر چی میشه؟ جئ به مثل بیع. جئ جئا جئو جئی جئا جئنا. جئ یعنی بیا، جئا بیایید شما دو کس. خب تا آخر فعل امر با نون توکید ثقیله قطعی میگیم جیئن جیئان جیئون جیئن جیئان جئنانی. 6 تای با نون توکید ثقیله. با نون توکید خفیفه 3 تاش دمه درآید میشید که جیئن جیئون جیئین. 3 تاش در نون توکید ثقیله میدرآمد به مثل بیعن بیعون بیعین، عینا به مثل همون. خب و النهی لا تجئ، نهی باشد به معنی چیز لا تجئ، به مثل لا تبع، عین باب حذف می شود. لا تبع لا تجئ لا تجئا لا تجئو لا تجئی لا تجئا لا تجئ این مخاطب است نه. لا تجئ لا تجئا لا تجئو لا تجئی لا تجئا لا تجئنا. دقت دادید؟ 6 تای مخاطب. خب این با محموز اللام اجوف، محموز اللام و اجوف به همین با آخر رسید. میگذاریم در قسم نوی دیگر محموز الفا. محموز الفایی که ناقص است. محموز الفایی که چی است؟ ناقص است. پس اینجا را پاک میکنیم برای نوشتن محموز الفایی که ناقص است. در اون میبینیم چه اشکالات و چه کارها شدگی است. میگه محموز الفا ناقص الاتیو والاتیان آمدن. الاتیو والاتیان به معنای چی است؟ میگه به معنای آمدن. پس در اینجا می نویسیم الاتیو والاتیان به معنای چی است؟ اتا. ببینید اتا. اتا فعل مضارع چی می شود؟ یاتی.
دقت دادید اتا یاتی ای محموز است، حمزه دارد و ناقص است که آخرین حرفش حرف علت است. پس میگوید که اتا الاتی و الاتیان من ترجمهش چی است؟ آمدن. این حرف مصدر است و ترجمهش آمدن. اتا یاتی به مانند رما یرمی است. رما در اصل رمایه بود، اتا در اصل اتیا است. یاتی در اصل یاتیو بود و مثل یرمی در اصل یرمیو بود، عیناً به مثل همون است. پس میگه که اتا اتیا اتو، رما رمایه رماو، اتت اتتا اتینا، اتت اتتا و مثل رمت رمتا، رمینا اتینا، اتیت اتیتم اتیتم، اتیتی اتیتم اتیتون، اتیتو اتینا. 14 صیغه فعل ماضی معلوم. یاتی فعل مضارعش چی میشود؟ 14 صیغهش یاتی یاتیان یاتون یاتیون به در اصل به مثل یرمیون، میگفتیم یرمون. دقت دادید یاتون. تأتی تأتیانی یأتینا، تأتی تأتیانی تأتون، تأتین تأتیانی تأتینا، آتی نأتی. آتی به مثل این دو همزه آتی ای به مثل میگیم آتی نأتی. دقت دادید آتی نأتی. رما یرمی به مانند چی است؟ رما یرمی. و در امر گویی ایتی، اگه فعل امرش اتا یأتی فعل امرش میشود ایتی، اصل چه؟ ایتی. ایتی همزه ساکن بنویسیمش، ببینید ایتی. ایتی حرف یا حذف شدگی است، یا کلمه به سبب فعل امر حذف شد. ایتی همزه یکم کسره، همزه دیم ساکن، همزه دیم را قلب موافق حرکت ماقبل کردیم، کسره را موافقش چی ای؟ یا است. پس چی؟ ایتی. ایتی ایتیا ایتو، ایتی ایتیا ایتینا. دقت دادید ایتینا دتا یا ایتینا یا برگشت در جمع مؤنث است. پس با نون توکید ثقیله چی میگیم؟ ایتین یا برمیگردد، یا در مفرد هم برمیگردد. میگیم ایتین ایتیانی ایتیون. دقت دادید ایتی ون میگیم، ضمیر جمع مذکر و ضمیر جمع مذکر رو ضمه میتیم. ایتی ون ایتین ایتین در اینجا یا را حذف میکنیم، برای مقابلش دلیل است. ایتین ایتیانی ایتینانی با نون توکیدی ثقیله. با نون توکیدی خفیفه چی میگیم؟ ایتین ایتیون و ضمیر جمع مؤنث ایتین ایتین در اینجا یا چی شد؟ یا حذف شد، یا مؤنثه. دقت دادید؟ خب رما یرمی در امر گویی ایتی همزه یا شد محموز العین. خب اینم خلاص شد. محموز الفا که ناقص باشد با آخر رسید. با مگذاریم در یک محموز دیگر، محموز العین. محموز العین که مثال است، اولین حرفش حرف علت است. مانند چی؟ الوعد. دقت بدید مانند چی؟ مانند الوعد. پس در اینجا می نویسیم و مثل چی است؟ و دا. ببینید وعده محموز است، همزه دارد و مثال چی است؟ مثال واوی است. اکنون صاحب کتاب چی میگه؟ صاحب کتاب میگه که الوعد زنده در گور کردن. زنده در گور چی؟ کردن. چطور که الله در قرآن در سوره اذا الشمس کورت است که میگه که و اذا الموعوده، موعوده اسم مفعول همین وعده است. موعوده اسم فاعل چی است؟ همین وعده است. موعوده یعنی زنده به گور کرده شده ها، دخترهایی را که زمان جاهلیت عرب زنده به گورش میکردن، میگه زنده به گور کرده ها پرسیده شوند. پس وعده اسم مفعولش چی میشود؟ موعود. چطوره که در سوره چی است؟ وعده فعل مضارعش چی است؟ یعیدو. یعیدو.
وعد یعیدو، واوش که جاش در فعل مضارع حذف شد، رنگ وعد یعیدو و مثل وعد یعیدو وقا یقی واو حذف شد، به همون قاعده در این فعل مضارع واو حذف شد. پس صاحب کتاب میگه که الوعد زنده در گور کردن، وعد یعیدو چون وعد یعیدو همین قد گفته است خلاص. پس بیاید خودمون کار میکنیم. وعد 14 صیغه‌اش میشود وعد وعدا وعدو وعدت وعدتا وعدنا وعدت وعدتم وعدتم وعدتی وعدتم وعدتن وعدتو وعدنا. فعل مضارعش میشود یعیدو یعیدون یعیدون تاییدو تاییدانی یعیدنا تاییدو تاییدانی تاییدون تاییدینا تاییدانی تاییدنا اعیدو نعیدو. در اینجا همزه دیمه قلب نمیکنیم زیرا که اجحاف در کلمه میشود. اعیدو در اصل چی بود؟ او ایدو بود. یک بار اعلال صادر کرده گسن دیو بار نمیکنیم، اجحافی در کلمه میشود. از این حساب اعیدو نعیدو. خب فعل امرش چی است؟ فعل امرش وائدون میشود. وائدون 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 وائدتون 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 اوائدو. اصل چی بود؟ ووائدو بود. واو رو قلب همزه کردیم، واو یکم رو ووائدو را میگیم اوائدو. خب اسم مفعولش میشود موعودون موعودان موعودون موعودتون 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 موائدو. موعودون دقت دادید؟ موعودون یعنی که زنده به گور کرده شده، زنده به گور کرده شده. خب فعل امرش چی میشود؟ فعل امرش میشود اید، رنگ وعده یعود عید میشد، این میشود اید همزه قطعی اید. باز به این طریق نوشته میشود فعل امرش اید. اید یعنی که زنده به گور بکن، اید یعنی زنده به گور بکن. پس میشود اید ایدا ایدو ایدی ایدا ایدنا. دقت دادید؟ با نون تاکیدی ثقیله ایدن. پس چی میگیم؟ ایدن ایدان ایدون ایدین ایدان ایدنانی. با نون تاکیدی خفیفه میگیم ایدن ایدون ایدین. دقت دادید؟ ایدن ایدون ایدین. دسته صیغه‌اش میدروید. با همین محموز العین و مثال با آخر رسید. میگذاریم در مثال بعدیش. میگه محموز العین و لفیف مفروق. محموز العین است باز لفیف مفروق است. مانند چی؟ مانند مثالش صاحب کتاب میارد که و آ یعی و آ یعی. دقت دادید؟ و آ در اصل چی بود؟ و آیا بود. یعی در اصل چی بود؟ یو ایو بود. واو حذف شد به مثل که یعیدو ده حذف شد، یا وعیدو ده حذف شد، یعیدو ده. پس صاحب کتاب میگه که محموز العین و لفیف مفروق. محموز العین است که عین باب همزه است و لفیف مفروق است که از دو جانب حرف چی است؟ حرف علت است. دقت دادید؟ ف و عین، ف و لام باب حرف علت است. میگه که الوعی وعی وعده کردن و مثل وعده است. وعده یعیدو ترجمهش وعده کردن. و آیعی چون وقایقی است و مانند وقایقی است. و آ و آ و آیا و او و ات 14 صیغه‌اش دقت بدید. و آ و آیا و او و ات و اتا و اینا و ایت و ایتم و ایتم و ایتی و ایتم و ایتون و ایتو و اینا. دقت دادید؟ 14 صیغه‌اش. یعی در اصل یو ایو بود، چخیل یو قیو بود، واو حذف کرده. به همون قاعده واو در اینجا در فعل مضارع حذف شد. یعی یعیان یعونا تئی تئیانی یعینا تئی تئیانی تئونا تئینا تئیانی تئینا ای نئی. دقت دادید؟ ای عجیب است نه؟ دو همزه خالی است. ای نئی یا ای یا دارد. بله ببینید فعل متکلمش چی می شود؟ ای 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 یعنی من وعده میکنم، نئی ما وعده میکنیم. دقت دادید؟ پس فعل امرش چی می شود؟ فعل امرش یک حرف است، یک حرف و مثل وقایقی قی میشد. ای و آیایی می شود ای همزه ای ای یعنی وعده بکن.
ای. پس 6 صیغه فعل امر می شود ای یا او، ای یا اینا. دقت دادید؟ ای یا او، ای یا اینا. با نون توکیدی ثقیله میگید ایان، یا برمیگردد اکنون، یا برمیگردد ایان، ایانی، اون، این، ایانی، اینانی. دقت دادید؟ ایان یا برگشت، ایانی یا برگشت، اون همزه و نونی توکیدی ثقیله. خلاص اون اینطور. اون یعنی وعده بده شما مردها حتما. اون در جواب حذف شدگی است. او بود، ای یا او میگفتیم که واوش حذف شد. پس جمع مؤنث چی میشود؟ این. همزه را کسرت میشه جمع مؤنث. این یعنی که مفرد مؤنث، یعنی تو زن حتما وعده بده. این ایانی، اینانی. دقت دادید؟ با نون توکیدی خفیفه میگید این، اون، این، با نون ساکن. خب این چی بود؟ فعل امری و آیه‌ای. و اسم فاعلش میشود وا این و مثل رامین، یا حذف میشود. و اسم مفعولش چی میشود؟ پس میگم اسم فاعل وا این، وا ایانی، وا اون، وا ایتون، وا ایتانی، وا ایاتون، اوا این. اصل وا این بود، وا رو قلب یا کردیم. یا این یا اون اسم مفعولش میشود موعویون. موعویون این اصل است. موعویون میگه بچه میگه موعیون یا موعویون. بدل موعودتو، موعویون بر اصل خودش میایستد. موعویون این بر اصل خودش چیکار میکند؟ میایستد. و اذا الموعودتو سئلت، او وعده است. بله. و آیه‌ای موعیون میشود. موعویونه، موعیون. و مثل مرمیون، موقیون. و قایقی موقیون، رمایرمی مرمیون. و آیه‌ای موعیون. دقت دادید؟ موعیون، موعیان، موعیون، موعیتون، موعیتون، موعیات، مواعین، مواعین. خب و آیه‌ای چون و قایقی محموز الفا و لفیف مقرون. اوویا، اووی، الاووی، جا گرفتن، جای گرفتن. اوا یعوی مانند چی است؟ توا یطوی. اکنون اوا یعوی. دقت بتید این لفیف چی است؟ لفیف مقرون. اوا، اوا فعل مضارع چی می شود؟ یعوی. اوا یعوی. چطور که درس گذشته توا یطوی را خوندیم و مثل توا یطوی است. اوا یعوی و مثل چی است؟ توا یطوی. پس 14 صیغه اوا می شود اوا، اویا، اوو، اوت، اوتو، اوینا، اویت، اویتم، اویتم، اویت، اویتم، اویتون، اویتو، اوینا. 14 صیغه‌اش. یعوی 14 صیغه‌اش می شود یعوی، یعویانی، یعوونا، تعوی، تعویانی، یعوینا، تعوی، تعویانی، تعوونا، تعوین، تعویانی، تعوینا، آوی، نعوی، آوی، اعوی و مثل این آوی می شود. دو همزه برابر می آید، قلب همزه دوم قلب موافق حرکت ما قبل می شود آوی. آوی یعنی که من جای می گیرم. نعوی ما جای می گیریم. جای گرفتن. اوا یعوی چون توا یطوی، بنا توا یطوی است. اسم فاعلش می شود؟ اسم فاعلش می شود آوین. آوین. دقت دادید؟ اسم فاعلش می شود آوین. آوین، آوین. اصل آویون بود. آوین، آویانی، آوون، آویتون، آویتون، آویاتون، اوائین. اصل وواین بود. دقت دادید؟ اسم مفعولش می شود موعیون. موعیون اصل چیه؟ موعویون. موعویون و مثل مرمویون. اعلالی که در مرمویون شده بود معویون و مثل همون چی می شود؟ اعلال می شود. و مثل توایطوی است. چرا میگیم که مطویون بعد داریم میگیم چی؟ معویون. بعد از این میگه محموز الفا و مضاعف. محموز الفایی که چی است؟ مضاعف است. محموز الفای مضاعف.
الامامه محموز الفای مضاعف و مانند چی است؟ امامت است و مانند پیشوا گرفتن. در اینجا را بنویسیم مانند چی؟ فعل ماضیش می شود اما. ببینید اما. فعل مضارعش چی است؟ یؤم. اما یؤم. دقت دادید؟ خب میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که اولا محموز الفا و مضاعف. اولا که محموز است همزه دارد، فا عین فی کلمه محموز است و باز مضاعف است، میم دو تا است. دیدید عین و لام از یک جنس است. اما در اصل چی بود؟ امامه بود بر وزن فعله، بر وزن نصاره، از باب نصاره ینصرو است. الامامه پیشوایی کردن. امامت پیشوایی کردن، مثلا در مسجد پیش در اومدن. الامامه امامت مثلا پیشوایی کردن، رئیسی کردن. ببینید چی میگوید. میگوید که اما یؤم، چون مد یمدو مانند مد یمدو است. اما یؤم مانند مد یمدو است، حکم مضاعف دارد. مضاعف حالی ما نخوندیم، این میگه حکم مضاعف دارد. مضاعف یعنی که بعد از این سر میشه، بعد محموز اکنون مضاعف رو میارد. میگه حکم مضاعف دارد. پس حکم محموز، پس حکم محموز هر باب بر قیاس آن باب بود. دقت دادید؟ یعنی هر باب را نگاه کنید محموز است، از کدام بابی که باشد موافق همون است. محموز اگر که ناقص باشد محموز و ناقص باشد به مثل ناقص. محموز و اجوف باشد به مثل اجوف. محموز و مثال باشد به مثل مثال. دقت دادید؟ محموز و لفیف مقرون باشد، مفروق باشد به مثل لفیف مفروق. محموز به مثل محموز و لفیف مفروق باشد یا مقرون به مثل لفیف مقرون. و محموزی مضاعف باشد، محموز و مضاعف باشد به مثل مضاعف معامله کرده می شود. دقت دادید؟ پس ببینید اما 14 صیغه‌اش چی می شود؟ اما، امو، امت، امتو، اممنا. این را ما میدونیم از کتاب 22 باب صرفی. اینها را وقتی صرف میکردیم میگفتیم در ششم جا، در ششم صیغه فک ادغام میکنیم. ببینید اما، امو، امت، امتو، 5 داده ادغام قطعی است. ششم فکش ادغام اممنا میگیم. پس چی میگیم ششم؟ اممنا. دقت بدید. اممنا. اممنا ادغام چیکار کردیم؟ کشادیم. دقت دادید؟ اممنا. پس میگیم که میگیم اممنا، اممت، اممتم، اممتم، اممتی، اممتم، اممتن، اممتو، اممنو تا آخر دیگر فک ادغام قطعی میگیم. دقت دادید؟ خب فعل مضارعش میشود یؤم. پس یؤم 14 صیغه‌اش میشود یؤم، یؤمان، یؤمون، تؤم، تؤمان، یأممنا. یا جا فک ادغام. تؤم، تؤمان، تؤمون، تؤمین، تؤمان، تأممنا. دو جا فک ادغام میکنیم. اؤم، نؤم. دیدید؟ اؤم، نؤم. 14 صیغه فعل مضارعش. و فعل امرش چی میشود؟ آمون میشود. آمون. فعل امر نه، اسم فاعلش آمون. اصل آمیمون بود. آمون میشود. آمون، آمان، آمون، آمتون، آمتون، آماتون، عوامون. دقت دادید؟ عوامیمو، عوامیمو میشود. عوامو، عوامون. خب بعد از این چی است؟ بعد از این اسم مفعولش مأمومون، مأمومون، مأمومان، مأمومون، مأمومتون، مأمومتون، مأموماتون، مآمیمو، مآمیمو. دقت دادید؟ خب فعل امرش چی می شود؟ اما یا ام شود. یا امی یا امو یا اوموم. 4 نمود گفتنی فعل امرش جایز است. 4 نمود میتونیم فعل امری را ما تلفظ کنیم. دقت دادید؟ پس میگوید
حکم مضاعف دارد. اما یا حکم مضاعف دارد، مال مضاعف گفتیم که نخوندیم. پس حکم محموز هر باب بر قیاس آن باب بود، چطوری که توضیحش دادیم. بعد از این میگوید مضاعف، المضاعف. اکنون بعد از این مضاعف رو میارد. وقتی مضاعف رو که خوندیم، پس این را با تفصیل تر و بهتر و خوبتر میفهمیم. از این حساب و اون چیزی که از این فهموندیم این را در ذهنتون بگیرید و درس آینده، درس 18 ان شاء الله درباره مضاعف صحبت خواهیم کرد. و در اینجا درس 17 را به پایان میرسانم. تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.